سلام، به کانال خودتون خوش اومدید. من بهنام هستم. داستانی که قراره برای شما شرحش بدم برمیگرده به همین چند ماه پیش. شیطنت توی خونه من بود و توی دوره مجردی هیچ دختری توی اون محله نبود که اسم من روش چاپ نخوره و دوره از زندگیشو با من نگذرونده باشه. مامان بابا رو از دست خودم آسی کرده بودم و تو اون محل درصدی آبرو براشون نذاشته بودم. هر دفعه یه گندی بار می آوردم و 2-3 باری هم سر همین دختربازیام یک کتک مفصل بخوردم دادن و حتی پای من توی نوجوانی به کلانتری باز شده بود. به من امیدوار بودن. هر بار بابا به خودش امید میداد که تمام کارا و اشتباهاتی که از من سر میزنه به خاطر سن و جویه که توی اون گمراه شدم. به ماما میگفت این پسر هر چی سنش بالاتر بره از شدت شیطنتش هم کاسته میشه و سر عقل میاد. درست بشو نبودم. دست خودمم نبود و بدجور اسیر این گونه روابط شده بودم و کارم به جایی کشیده بود که 1-2 تا دخترم قانعم نمی کرد و همیشه چند تای زاپاس روی نیمکت ذخیره نشونده بودم. توی همون حوالی زمانی که با دختر همسایمون روی هم ریختم و شبی دزدکی و دور از چشم خانوادش با هم به دور رفتیم، از جایی که شانسمون از ریشه خشکیده بود خلافشو نمیدونم، اما یه ماشین جلوی ما توقف کرد و اون شب مهمون کلانتری شدیم. از اونجایی که خانواده دوست دخترم فاطمه افراد مقید و متعصبی بودن، سر جاش یخ زده بود و از ترس به خودش میلرزید. دیر یا زود باید مطلع می شدن و اون شب پیش روی ما فاطمه از بابای سیبیل کلفت و چغر بد بدنش کلی چک و لگد خورد. چند باری هم سمت من حمله ور شد و قصد جونمو داشت. برخلاف خانواده فاطمه که تحمل این ننگ و مصیبت ها نداشتن، والدین من عادی و مسلط تر از همیشه فقط با تکون دادن سرشون به چپ و راست برای من تأسف می خوردن. برای زن گرفتنم هنوز وقت بود و کلی مسئله بود که تجربه نکرده بودم، اما خب خربزه‌ای بود که خورده بودم و باید پای لرزش میشستم. از اونجایی که محله ما کوچیک بود و ماشالله به نخوده توی دهنشون آبی نمی رسید، این حرفا 1 کلاغ 40 کلاغ کردن و تا حد توانشون کمر به آبرو ریزی از ما بستن. باباش گفته بود باید فاطمه را عقد کنم و این فقط یه پیشنهاد نبود، چرا که من جز اطاعت چاره دیگه‌ای نداشتم و اگر جز این کار دیگه‌ای می‌کردم قطعاً منو سینه قبرستون می‌خوابوندن. من هیچ وقت به قصد ازدواج سمت هیچ دختری نرفتم و حتی گاهی وقتی دست دوست دخترم توی دستام بود چشمم دختره دیگر رو میپایید. برای همین بود که از ازدواج تنفر داشتم و میدونستم باید به خیلی از خواسته هم پایان بدم و با خودم میگفتم مگه عقلم کمه یا مغزم تکون خورده که با پای خودم توی زندانی برم که زندانبانش قراره زنم باشه. خودمو میشناختم و دلم نمیخواست دختریم پاسوز این تنوع طلبیای پایان ناپذیر من بشه و با کلی آرزو و رویا خانم خونه ای از من بشه که صاحبش پی این هتل و اون هتل میگرده و با ازدواج با من بدبختی و 2 دستی توی سرنوشتش بفرسته. فاطمه دیگه برای من تازگی نداشت و دل منو یه جورایی زده بود و از اینکه بخوام تا آخر عمرم کنارم اونو داشته باشم و به کسی که حسی بهش ندارم حرفای عاشقانه و دلبرانه بزنم یه جورایی احساس عذاب داشتم. گلخونه‌ای بود که خودم آبیاری کرده بودم و باید به انتهاشم فکر می‌کردم. سعی داشتم زمان این نامزدی و به حدی کش بدم تا از دستم در بره و چنان به صورت فاطمه و خانوادش بخوره تا بلکه دستشون از کله کچل ما رهایی بدن. سر بیهوده ترین مسائل با فاطمه قهر می کردم و از اونجایی که دل پری ازش داشتم، زمانی که حرص سراسر وجودم رو می گرفت اونقدر کتکش می زدم تا بلکه این دل وامونده خنک بشه. برده گرفته بودم. بعد از عروسی چنان ازش کار میکشیدم و اذیتش میکردم که پوست و استخون شده بود و از قیافه و سر و ریخت افتاده بود.
بارهای بار مچ منو با همجنسه خودش گرفت و انگار خودم از قصد دستش آتو میدادم تا زجر کشیدنشو به چشم ببینم و این دلم خنک بشه. فاطمه یه خواهر بزرگتر از خودش داشت که چند ماهی از من کوچیک‌تر بود. تو اون مدتی که ما برای زندگی به اون محله رفته بودیم هیچ وقت اون دختر رو به چشم ندیدم و به قولی آفتاب مهتاب ندیده بود و از خونه بیرون نمی رفت. خانوما بالغتر از فاطمه بود و چهره معصوم و دلربایی داشت. بیشتر از فاطمه این محدودیت ها روی زهرا بود، به این دلیل که نامزد شخصی بوده که در نهایت برای تفاوت‌ها و خصوصیاتشون که با هم جور در نمی اومد به روابطشون پایان دادن و راهشون از هم سوا شد. سر همین قضیه پدرش دیگه اجازه نمیداد بیرون از خونه بره و باز قصه دهن مردم بشه. زیاد به خونه ما نمی اومد و نمیتونست با من راحت باشه و هر چی که سعی داشتم با شوخی و دلقک بازی اون حس معذبی و ازش بگیرم بهتر که هیچ بدترم میشد. حالا دل من عین صابون برای زهرا کف میکرد و با اینکه حرف زیادی بین ما رد و بدل نمیشد اما خب خوشگلی و حیایی که داشت منو به دام انداخت. از فاطمه خیلی سر بود و برای شمردن صفات خوب زهرا هر چقدرم که دست قرض می گرفتی باز برای شمارششون انگشت کمی آوردی و لامصب مهره مار داشت. هر کاری می کردم تا کمی با من اخت بگیره و مقداری به هم نزدیک بشیم، اما هر بار که به خونه ما می اومد مدام کمک دست فاطمه بود و خودشو به جمع کردن ظرفا و شستشو مشغول می کرد. میخواستم خودی نشون بدم و بهش بفهمونم که با من بودن خیلی بهش خوش میگذره و راستش قصدم دلبری از خواهرزنی بود که به کل هوش و حواس رو از سرم فراری داده بود. به همین خاطر یه روز وقتی فاطمه به خونه پدرش رفت ازش خواستم که خواهرشم همراه خودش بیاره که شب تنها نباشیم و حوصلمون سر نره. کلی خوراکی و تنقلات گرفته بودم و زهرا نه تنها به اونا لب نمیزد بلکه هر بار خودش رو جمع و جورتر میکرد و به هر بهانه از جمع ما دور میشد. به همین دلیل تصمیم گرفتم همون شب هر دوی اونا رو برای خیابون گردی و خوشگذرونی سوار ماشین کنم و به دل جاده زدیم. عاشق هیجان بود و اینو زمانی فهمیدم که وقتی پامو روی پدال گاز فشار میدادم دستاشو مشت میکرد و به هم میکوبید و یه لبخند قشنگ روی لبش نقش میبست و من با نگاه توی آینه ماشین فقط نظاره‌گر این صحنه ها از جانب اون بودم. شهر بازی رفتیم، کل شهر رو زیر پا گذاشتیم، بلال خوردیم و هر کاری که حس میکردم به اونا لذت میده رو همون شب دونه بدونه پیش بردم. برای اولین بار داشتم خنده های از ته دل و قهقه های بلند زهرا رو به گوش میشنیدم و باعث میشد تک خنده یم روی صورت من بشینه. اون شب قرار بود زهرا خونه ما و پیش خواهرش بمونه، اما خب با زنگ پدرش به موبایل فاطمه از ما خواست که زهرا رو به خونه برگردونیم. از اونجایی که فاطمه خسته بود و روی صندلی ولو شده بود اول اونو به خونه رسوندم و بعدم زهرا رو به سمت خونه پدرش بردم. اون شب انگار یه حسی به هم میگفت حرف دلتو رو کن، کی دیگه این فرصت برات تکرار میشه؟ تا تنها هستین حستو نسبت بهش ابراز کن و با کلی جنگ با خودم اونم درون خودم به حرف قلبم گوش دادم و خیلی رک و بی مقدمه به خواهرزنم گفتم که دوستش دارم و کلی حرفای دیگه. حرکت خاصی نمی کرد اما با اون بیشتر به من خوش میگذشت و فاطمه تنها برای من یه موجود اضافه بود. از خجالت مدام رنگ عوض می کرد و از من میخواست که بس کنم. اهمیتی نمیدادم و حرف دلمو میزدم و اینم یکی از همون 100 تا صفت خوب زهرا بود که با چنین موضوعی کنار نیومد و چند روز بعد همه چیو برای فاطمه فاش کرد. این قضیه اصلا برام مهم نبود. برای همین بدون هیچ ترسی حرف دلمو زدم. فاطمه کلی گریه و زاری راه انداخته بود. من خیلی وقت از اون طلاق عاطفی گرفتم و از خدا میخوام که اونقدر کاسه صبرش رو لبریز کرده باشم که دل به دریا بزنه و از من طلاق بخواد. زهرا فقط این موضوع رو با فاطمه در میون گذاشت و چون از پدرشون ترس خیلی بزرگی دارن هیچ وقت نتونستن سر این موضوع رو برای خانوادهشون باز کنن.
من دیگه به ته خط رسیدم و هر آن چیزی که میخوام باید بشه. اونقدری دور زهرا میپیچم تا آخر وادار به خیانت به خواهرش بشه و من هرچیو که خواستم خیلی زود توی چنگم گرفتم و نرم کردن این دختر خام هم آنچنان دردسری برای من نداره. آخر این موضوع اگه خیلی خیلی بخواد از نظر اونا بد تموم بشه، طلاق دخترشون از من میگیرن که این معامله برای من 2 سر برده و من از این زندگی لجن نجات میدن. به فاطمه هم گفته بودم که من مال زندگی کردن نیستم و دل به من خوش نکنه، اما متاسفانه اون درک و باور این موضوع براش ناممکن بود و خودشو با پای خودش ته این سیاه چاله فرستاد. همراهان عزیز، در صورتی که مایلید زندگی و تجربه شما با دیگران به اشتراک گذاشته شه، میتونید از زیر همین ویدیو از طریق لینک تلگرام، اینستاگرام و ایمیل با ما در ارتباط باشید. دوستان عزیز، مرسی که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر به برنامه‌های ما علاقه‌مندید، میتونید از زیر همین ویدیو از طریق دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و با زدن علامت زنگوله کنار اون اولین نفر از ویدیوهای ما با خبر بشید. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.